سلام میکنم به شما دوست عزیزی که داری این لایو رو میبینی. من محسن هستم و توی این لایو میخوام درباره موضوع چشم سوم، آجنا چاکرا و چاکرای ششم صحبت کنم و سوالاتی رو که در این باره بچه ها ازم پرسیدن توضیح بدم. بچه های عزیز سلام مجدد. لایو قبلی رو من نتونستم سیو کنم. سلام به روی ماهتون. لایو قبلی تایمش شد 59 دقیقه و 59 ثانیه. هر چقدر که سعی کردم آپلودش کنم اینستاگرام قبول نکرد. گفتم بیام یک لایو دیگه بگیرم، یه بار دیگه مطالب رو سریع توضیح بدم، این بار روی 40 دقیقه ببندمش که بتونم سیوش کنم. خب دوستان عزیز، صدا که اوکی دیگه انشالله. بریم سراغ سوالات پرتکراری که میخوام توی این لایو جواب بدم. سوال اولی که خیلی از من میشه اینه که آیا باز کردن چشم سوم خطری داره؟ یعنی من اگه چشم سومم رو باز کنم حتما این اتفاق برام میفته که موجودات فراتبیعی رو میبینم؟ سوال بعدی اینه که با باز کردن چشم سوم میتونم به خواسته هام برسم؟ آیا باز کردن چشم سوم منو میتونه به یک درآمد بیشتر برسونه، من رو میتونه به یک رابطه بهتر برسونه، من رو میتونه به یک اعتماد به نفس برسونه؟ این رو میخوام توضیح بدم. و اینکه آیا فلوراید چشم سوم ما رو میبنده و فلوراید تاثیر خیلی خاصی داره روی بسته شدن چشم سوم، و سوالات دیگه مثل اینکه چطور میتونم چشم سومم رو فعال کنم، چطور میتونم پاکسازیش کنم، و در آخرم این رو میخوام توضیح بدم که چطور میتونیم با چشم سوممون با شهود و یا با روحمون، با خداوند یا هر چی که شما اسمش رو میذاری، ارتباط برقرار کنیم. برای بچه‌هایی که الان تازه با ما پیوستن، دوستان عزیز لایو قبلی سیو نشد، تایمش خیلی زیاد شد، اینستاگرام قبول نکرد و من سعی کردم که یک لایو دیگر رو برگزار کنم. قبلش ببینم چه سوالاتی نوشتین. سلام دوستان، سلام درود بر شما. خب خدا رو شکر، واقعا دوستمون نوشته هر روز روی تغییر باورام کار میکنم. واقعا بهتون تبریک میگم که روی تغییر باوراتون کار میکنید و اگه این ریتمو ما پیوسته ادامه بدیم و ذهنیت خودمون رو نسبت به خودمون، نسبت به محیط، نسبت به دنیا تغییر بدیم، بازتابش رو میفهمیم، یعنی میبینیم دنیا یک واکنش دیگه ای رو به ما نشون میده. بریم سراغ سوال اول که آیا باز کردن چشم سوم باعث میشه که، ببخشید بچه من کامنت ها رو ببندم، عذر میخوام واقعا، یه بار دیگه من اون مطالب رو سریع توضیح میدم و بعد دوباره کامنت ها رو باز میکنم برای سوالات شما دوستان. خب ببینید دوستان، باز شدن چشم سوم ربطی به دیدن اجنه نداره. ما موارد بسیار زیادی رو داریم که چشم سومشون باز شده و جن ندیدن. مثل خود من الان چند ساله دارم تمرینات چشم سوم مراقبه هاش رو انجام میدم، پاکسازی میکنم و به یک درکی رسیدم. نمیگم مثلا من چشم سومم واقعا دیگه الان فعال شده، نه، نسبت به قبل بازتره، هرچند که این مسئله نه ادعایی داره نه انتهایی داره، ولی منی که توی این راه قدم گذاشتم و این تمرینات رو انجام دادم، جنی ندیدم دوستان، صادقانه بگم بهتون، روحی ندیدم، ارتباطی با ماوراءالطبیعه برقرار نکردم. و خیلی از اساتیدی که من ازشون سوال پرسیدم اونها هم همینو گفتن. یعنی من استاد واقعی رو ندیدم که بگه من چشم سومم رو باز کردم و با اجنه من وارد ارتباط شدم ناخواسته. همچین چیزی رو من ندیدم. و از اون ور ما کسایی رو داریم که اجنه رو دیدن، یعنی با اجنه ارتباط برقرار کردن، ولی چشم سوم بازی نداشتن، یعنی نشونه های چشم سوم فعال رو اینها نداشتن. پس یک نتیجه گیری اگه بتونیم بکنیم اون اینه که چشم سوم ربطی به اجنه و دیدن اجنه نداره. اوکی. سوال بعدی اینه که بذارید من این رسیدن به خواسته ها رو آخر توضیح بدم. سوال بعدی درباره غده پینیال و فلورایده، اینکه فلوراید واقعا آیا روی پینیال ما تاثیر میذاره یا نه. من بهتون 2 منبع میدم، 2 منبع موثق برای این بحث، و بهتون پیشنهاد میکنم قبل از اینکه بخواید برین تو گوگل از وبلاگ‌ها و وبسایت‌های مختلف یا توی یوتیوب کلیپ‌های مختلف رو نگاه کنید که معلوم نیست چه تحقیقاتی انجام دادن که این حرف رو میزنن، شما برین خودتون از این 2 منبع تحقیق کنین. سازمان بهداشت جهانی 10 سال پیش شروع کرد روی فلوراید و تاثیرات فلوراید و عوارضش یک سری تحقیقات رو دور دنیا انجام داد. به این نتیجه رسید که مصرف بیش از حد فلوراید
از یه حدی اگه خیلی بیشتر بشه به یک سری از قسمت‌های مغز آسیب میزنه، اما غده پینیال رو نگفته که مثلا به غده پینیال آسیبی میزنه. و ببینید دوستان، بعد از اون تحقیقاتی رو که انجام داد سازمان بهداشت جهانی، یک دستورالعملی رو داد به بهداشت هر کشور و گفت که آقا برای آب شهری از این میزان نباید بیشتر فلوراید بزنید که ضرر نداشته باشه. برای خمیر دندون گفت آقا از این میزان بیشتر نزنید، برای دهانشویه و برای نخ دندون. خب این از سازمان بهداشت جهانی و تحقیقاتی که کرده و مقاله‌ای که توی سایت بهداشت جهانی هست. شما میتونید برید یک نفر رو پیدا کنید که انگلیسیش خیلی قوی باشه یا بریم بدین دارالترجمه اون مقاله رو برای شما برگردونه به فارسی. نکته بعدی کتاب ماورای طبیعی شدن دکتر جو دیسپنزا که میتونم با جرئت بگم موثق ترین تحقیقات علمی رو آقای جو دیسپنزا با یک تیم خیلی حرفه‌ای، یعنی متخصصای عصب شناسی، کسایی که دکترای عصب شناسی دارن، کسایی که دکترای شاخه‌های مختلف علوم پزشکی رو دارن، چند تا آزمایشگاه زیر دست این آدمه و چندین سال درگیر غده پینیاله و داره آزمایش میکنه، داره بررسی میکنه. من کتاب‌های این آدم رو که خوندم موردی رو برای فلوراید این آدم ذکر نکرده، حتی ویدیوهای این آدم رو که دیدم هیچ چیزی بهش بر نخوردم و فهمیدم که اون کسانی که میگن فلوراید مثلا عوارض داره و پینیالت رو میبنده تحقیقات علمی نکردن که بیان بگن آقا بر اساس این تحقیقات ما روی این اشخاص آزمایش انجام دادیم فهمیدیم فلوراید مثلا رسوب کرده توی پینیال گلند اونها. ببینید دوستان، این کتاب ماورای طبیعی شدن دکتر جو دیسپنزاست. این یک کتاب فوق العاده است. یه فصلی داره، فصل غده پینیال گلند، 80 صفحه مفصل توضیح داده که غده پینیال چیه. توی این 80 صفحه اگه شما چیزی رو دیدین که درباره فلوراید بگه آقا فلوراید نزنید و فلان و اینها، بیاین به من نشون بدین. یا اگه جای دیدین که یک فردی که خودش رفته آزمایش کرده و دلیل علمی داره، بیایید به من بگید، من رو آگاه کنید. اوکی، من آگاه نیستم، من نمیگم آقا برین نظر منو قبول کنید. و تجربه خودم اینه که من از بچگی مسواک میزدم، از بچگی دهانشویه استفاده میکردم و نخ دندون میزدم، ولی چیزی بگم حس کردم که رسوبی رو من حس کردم غده پینیالم گرفته یا هر چیز دیگه ای، من همچین چیزی رو حس نکردم دوستان. بچه هر موقع که دیدین داره نزدیک میشه به 40 دقیقه لایو بهم بگین که کامنت ها رو آخر که باز کردم حتما مطالب رو جمع کنم که بتونم این لایو رو سیو کنم. نکته بعدی اینه که وظایف چشم سوم چیه؟ آیا با چشم سوم ما میتونیم رویاهامون رو جذب کنیم؟ بله، همچین اتفاقی میفته. اما قبل از اون دوست من، شما باید بیاید چاکراهای پایینیت رو بالانس کنی، میدان انرژی تو باید بیاید پاکسازی کنی، باید شروع کنی از چاکرای ریشه. توضیحاتی که دادم رو توی پست‌های چاکرای ریشه و بعد خاجی تمریناتش رو انجام بدی. میتونی از یوگا استفاده کنی، یوگا خیلی چیز فوق‌العاده‌ایه. میتونی از ریکی استفاده کنی، میتونی از روش‌های مراقبه استفاده کنی. اما یادت باشه که میگن چشم سوم مرکز فرماندهی سایر چاکراهاست. این یعنی چی؟ یعنی ما هر چاکرایی رو میتونیم با چشم سوم به حد شکفته شدن خودش برسیم و بازش کنیم و انرژیش رو به چرخش بندازیم. چرا؟ چون چشم سوم ما درون مغز ماست و مسئول رهبری ذهن ماست. مسئول اینه که سیستم های فکری عصبی تکراری ذهن ما رو برهم بزنه و کاری کنه که افکار نو متولد بشه و ما بتونیم با اون افکار نو زندگیمون رو خلق کنیم. چرا همه ما میخوایم از قانون جذب استفاده کنیم ولی نمیتونیم؟ دلیلش خیلی واضحه، چون نمیتونیم افکارمون رو عوض کنیم، چون این کار خیلی سخته، خیلی تعهد میخواد. و خدا به ما یک نعمتی رو داده درون ذهن ما، یه قده کوچولوی بچه‌ها مسئول اینه که ذهن رو غلطک بیفته. 2 تا هورمون ترشح میکنه این چشم سوم ما یا غده پینیال ما. هورمون اول هورمون سرتونینه، یه انتقال دهنده عصبیه، باعث میشه که کارهای مغزی ما وقتی ما مراقبه انجام میدیم سریعتر انجام بشه، رو غلطک بیفته، افکار مزاحم رو راحت ردشون کنیم بره. وقتی چشم سوم ما باز میشه، متعادل میشه، دیگه ما توی افکاری که ما رو اذیت میکنه گیر نمیکنیم، سریع توی ذهنمون در خروج رو پیدا میکنیم. میشه گفت خیلی بیدارتر میشیم، آگاهتر میشیم. هورمون دیگه ای که ترشح میکنه اسمش ملاتونین هست. ملاتونین برای تنظیم خواب ماست و یک جورای آرامش بخشه
و برمیگرده به ایجاد شادی در بدن. یعنی وقتی که چشم سومت رو باز میکنی خیلی بیشتر میتونی احساسات شادی رو تجربه کنی. یعنی از احساسات بقا میتونی خلاص بشی با چشم سومت. چشم سوم جایگاه خداونده. یعنی در باورهای باستانی خب چشم سوم رو جایگاه خداوند میدیدن و میگفتن که این غده کوچولوی پینیال محل ارتباط جسم و روحه و حتی باستان بر این عقیده بود که تمام باستان‌ها، فیلیپین، مصر، یونان، ایلام، همین تمدن‌های خاورمیانه خودمون، اینها همه بر این عقیده بودن که چشم سوم جاییه که از اونجا روح میاد تو بدن و از اونجا روح از بدن میره بیرون و مسئول تجربیات عرفانی بچه‌ها. تجربیات عرفانی یعنی چی؟ اگه بخوام خیلی ساده بهتون بگم، اون چیزایی که توی برنامه آقای عباس موزون زندگی پس از زندگی تجربه گره می اومد میگفت که آقا من یه سری رنگ ها رو دیدم، یه سری احساسات متعالی رو تجربه کردم، پرواز میکردم و شاد بودم، یه عشق بی قید و شرط رو داشتم تجربه میکردم، خیلی خوش میگذشت، نمیخواستم برگردم. خیلی ساده بخوام بهتون بگم همونه، بهش میگن تجربه عرفانی و ذهن اونها رو نمیبینه، نه نیم کره راست نه نیم کره چپ، هیچ کدوم دخالتی نداره. همون غده کوچولی پینیال گلنده که اینها رو برای ما نشون میده و باز میکنه. آیا چطور میتونیم این رو فعال کنیم؟ خب ببین دوست من، از چاکرای ریشت شروع میکنی میای بالا، چاکراهات رو متعادل میکنی، میرسی به چاکرای گلو، چاکرای گلوت رو متعادل میکنی و بعد میای به چاکرای چشم سومت میرسی. من الان نمیخوام مراقبه فعال سازیش رو بهتون بگم یا یه سری تکنیک ها بهتون بدم، اما یادت باشه زمانی چشم سومتو فعاله و زمانی چشم سومتو بازه که تو به روشن ضمیری برسی. روشن ضمیری نه اینکه ذهن طرف رو بخونم، نه اینکه بفهمم پشت این دیوار چه خبره. به این نمیگن روشن ضمیری. میتونی این تکنیکا رو استفاده کنی ها. اگه چشم سومتو یکم فعال کنی، یکم تمرکز کنی، میتونی خوابگردی کنی، میتونی رویابینی کنی، میتونی تلپاتی کنی، اینها رو میتونی. اما روشن ضمیری یک چیز دیگه است دوست من. روشن ضمیری یعنی یک دیدگاه بزرگتر و یک درک عمیق‌تر نسبت به زندگی پیدا کنی، مفهوم زندگی رو واقعا بفهمی، مفهوم اتفاقات رو بفهمی، دلیل هر اتفاقی که برات داره توی زندگی رخ میده رو درک کنی. اگه پشت سر هم داری بد بیاری میاری، اگه یه اتفاق بد داره مدام تکرار میشه، ریشش رو پیدا کنی و بدونی برای چی این اتفاق بد داره تکرار میشه و تغییرش بدی. اگه داری خوش شانسی میاری، اگه افتادی رو دور اتفاقات مثبت، فکر نکنی که شانسیه، فکر نکنی خیلی خوش شانسی، فکر نکنی خدا خواست بهت حال بده. بدونی که تو یک ریتم فکر تکرار شونده مثبتی داشتی که تو رو میبرد رو احساس مثبت و تو فرکانس مثبتی رو میفرستادی و باعث میشد که اتفاقات خوب بیاد توی زندگیت و به این میگن روشن ضمیری. وقتی که به این نتیجه برسی که هیچ اتفاقی توی زندگی تو اتفاقی رخ نداده و نمیده و نخواهد داد و هر اتفاقی که میفته برات خودت داری دعوتش میکنی و باور کنی که جهانی که توش داری زندگی میکنی یه جهان قانونمنده، تو به روشن ضمیری میرسی. این کار پینیال گلنده، این کار پینیال گلنده، کار چشم سومه که نذاره ما مثل اجدادمون فکر کنیم، نذاره ما باور غلطی درباره مسائل جنسی داشته باشیم، درباره مسائل مالی داشته باشیم، درباره خدا داشته باشیم، درباره زندگی داشته باشیم. بتونیم دیدگاه درست رو پیدا کنیم، بتونیم مسیرمون رو پیدا کنیم، بتونیم تغییر بدیم زندگیمون رو. این کار غده پینیال گلنده که وقتی که متعادل سازی بشه، وقتی که پاک سازی بشه، تو رو به یک بالانس فکری میرسونه و باعث میشه که تو به تعالی برسی، مسیرت رو توی زندگی پیدا میکنی و اگه جایی به مسئله برخوردی، به جایی که بخوای با اون مسئله دست و پنجه نرم کنی، تقلا کنی، مقاومت کنی، با انتخاب یک منش فکری درست، با انتخاب یک باور درست، مثل آب خوردن اون مسئله رو حل میکنی و به چیزی که میخوای میرسی. چیزی که بچه‌ها توی گذشته بهش میگفتن کیمیاگری، نمیدونم شنیدین یا نه، میگفتن فلانی هست که نقره رو طلا میکنه، فلان رو طلا میکنه. شما این کارو با چشم سومتون میتونین بکنین. کسی که چشم سومش باز باشه، اگه یه اتفاق بد براش بیفته، همون اول شاید یکم ناراحت بشه، شاید یکم مثلا دلگیر بشه، ناراحت بشه، ولی سریع میگه نه، من خودم این اتفاق رو رقم زدم
من خودم مسئول خلق زندگیمم. من خودم هم که دارم اتفاقات رو به زندگیم دعوت میکنم. پس من یه جور دیگه فکر میکنم. به این میگن دوستان روشن ضمیری. فردی که چشم سومش بازه میتونه تلپاتی کنه، میتونه خوابگردی کنه، میتونه تجربه معنوی داشته باشه، میتونه با ماورا ارتباط برقرار کنه، اما میتونه زندگی خودش رو هم خلق کنه. و نشونه یک فردی که چشم سوم باز داره اینه که احساس آرامشش خیلی بیشتره نسبت به احساس ترسش، احساس استرسش. بیشتر میتونه خودش رو توی حال خوب نگه داره. و کلن هر چیزی که مربوط به شهوده، ارتباط با یک درک فراتر از درک خودته، مربوط میشه به این قطه. شهود چیه؟ شهود یک حسه که باعث میشه تو دید وسیع‌تر داشته باشی نسبت به اتفاقات. ببین دوست من، یک حادثه‌ای میفته، یه حادثه دلخراش که همه ناراحت میشن و همه واکنش نشون میدن به اون احساس. یه مرگ دست جمعی اتفاق میفته، یک بلایی میاد، یک سیلی میاد، یک چیزی میاد. همه مردم خب چشم سومشون که باز نیست دیگه، واکنش احساسی نشون میدن، زود میرن تو بوق و کرنا میکنن، وای خدایی در کار نیست، این چه نمیدونم، خدایی عدالتی در کار نیست، فلانی در کار نیست، شروع میکنن به غر زدن. فردی که روشن ضمیره و چشم سومش بازه ناراحت میشه ولی واکنش احساسی شدید نشون نمیده. اون میدونه که این اتفاق دقیقاً اتفاقی بود که باید میافتاد. اگه یه فردی که چشم سومش بازه داره رد میشه، میبینه که چند نفر دارن با هم دعوا میکنن، نمیره اونجا خودشو قاطی کنه، طرف اینو بگیره، طرف اونو بگیره، ذهنش رو سری میکنه این ور راشو میگیره میره. فردی که چشم سومش بازه به هر چیزی توجه نمیکنه، به هر فکر منفی توجه نمیکنه، به هر خبری توجه نمیکنه، اصلا اخبار نگاه نمیکنه. فردی که چشم سوم باز داره تو هر جمعی نمیتونه بمونه، یعنی اصلا با هر کسی حال نمیکنه ها، انرژی ها رو میفهمه. کسی که چشم سومش بازه، کسی میاد جلوش دروغ میگه میفهمه ها، میفهمه این فرکانس حقیقت نیست، نیت ها رو خبردار میشه. برای خانوما خیلی این اتفاق واضح میفته موقعی که یک فرد چشم چرون رو میبینن، با اینکه اون فرد خیلی مثلا چشاشو گرد نمیکنه با رغبت نگاه کنه، نگاه معمولی میکنه، اما خانم ها انرژی اون فرد رو دریافت میکنن و احساس راحتی نمیکنن از اینکه اون فرد داره بهشون نگاه میکنه. یا حتی موقعی که یک نفر داره به تو دروغ میگه، میخواد سرت رو گول بزنه، اگه تو یه ذره چشم سومت باز باشه، با اینکه طرف داره حرف خوشگلی میزنه، خوشگل داره صحبت میکنه، تو میفهمی که یه جای کار داره میلنگه. کسی که چشم سومش بازه حساش خیلی قویه. قبل از اینکه یک سری اتفاقات بد بخواد بیفته، هشدار بهش داده میشه که این محیط رو ترک کن، فلان فرد رو ترک کن. از قبل از یک سری اتفاقات خبردار میشه، خوابهایی رو درباره آینده خودش میبینه. و فردی که چشم سومش بازه دقیقاً میدونه چه آینده‌ای در انتظارشه. دوست من دقیقاً میدونه، نه اینکه حدس میزنه، دقیقاً میدونه که من قراره به ثروت بیشتری برسم یا من قراره ورشکسته بشم. اینو میفهمه، حالا چه خوبش چه بدش. میفهمه که من دارم در مسیر درستی حرکت میکنم یا در مسیر غلطی حرکت میکنم. و موقعی که قطب پینیال گلند باز میشه و شکفته میشه، دوست من، انرژی رسانی به مغزت خیلی خوب اتفاق میفته و حواس پنجگانه تو خیلی قوی میشه. بویایی تو با قبل خیلی فرق میکنه، ارتقا پیدا میکنه چند درجه. بوها رو که حس میکنی خیلی بهتر حس میکنی. از یه بوی ساده گل توی هوای مثلا بهاری ساده رد نمیشی، روش زوم میکنی و واقعا بهت لذت میده. بوها رو خیلی خوب میفهمی، مزه ها رو خیلی خوب میچشی. فردی که چشم سومش بازه از یه غذای ساده، از خوردن یه عدسی، از خوردن نمیدونم یه نون سبوس، از خوردن آب لذت میبره. این آب رو حس میکنه که داره از گلوش میره پایین، تراوتی که اون آب بعد از اینکه مینوشه به بدنش منتقل میکنه رو حس میکنه. برای دوستانی که الان به ما اضافه شدن، دوستان لایو قبلی سیو نشد، من دارم یک لایو دیگه میرم و قراره تا چند دقیقه دیگه پرسش و پاسخ داشته باشیم و من کامنت ها رو باز کنم. و فردی که چشم سومش باز میشه، بیناییش چند برابر میشه. تصاویر رو HD میبینه، تصاویر واضح میبینه، تصاویر رو
واقعا زیبا میبینه. واقعا یه گل معمولی براش میشه یک چیزی که واقعا دلش میخواد بشینه چند دقیقه به این گل فقط نگاه کنه. به یه ابر میبینه تو آسمون، میگه وای خدا این ابر چقدر قشنگه، واقعا داره لذت میبره. کسی که تو باغ نباشه میگه بابا چه خبرته دیگه، انقدرم تعریف نداره دیگه، حالا یه منظره است درسته قشنگه، انقدر دیگه تو پیاز داغش زیاد نکن. ولی واقعا درک نمیکنه که اون فرد داره از دیدن همین منظره ساده انرژی میگیره. موقعی که چشم سوممون باز میشه، تصاویر ماورایی رو میبینیم، موقع مراقبه، موقع مدیتیشن پلکامون رو میبینیم، میبندیم، اشکال هندسی رو پشت پلک میبینیم و اشکال خیلی خوشگلی رو میبینیم. چجوری بگم، نمیتونم اینو خیلی توضیح بدم چون چیزیه که فقط باید خودتون درک کنین. رنگ ها برای شما باز میشه، یک سری نورها میاد، یک سری نورها برای شما باز میشه و وقتی که چشم سوم شما باز بشه میتونید راحت اتفاقات رو خلق کنید. یعنی دیگه گول افکار تکرار شونده قبل رو نمیخورید. میدونید آقا اگه یک بدبیاری دارید، اگه یک اتفاقی مثل پنچر شدن ماشین، مثل گم کردن وسایل، مثل موقعی که میری کار اداری داری کارتو راه نمیندازن، موقعی که قرار داری همون روز به ترافیک میخوری، از این جور چیزا اگه براش رخ بده سری میفهمه که یه جای کار داره میلنگه و من باید بیام اینجامو درست کنم. فردی که چشم سومش بازه پاکسازی رو بلده به صورت خودکار انجام بده و افراد بسیار زیادی بودن که ما اینها رو میبینیم و اطراف همه ما شاید باشه دور و بر ما آدمی که چشم سومش واقعا باز باشه و خودش خبردار نباشه. یعنی آدمی باشه که همه باش حال میکنن، سطح انرژی بالایی داره، انرژی زیبایی داره، خیلی رهاه، خیلی آرومه. این آدمیه که پینیال گلندش فعاله و دلم میخواد دوست من اینو یک بار برای همیشه بکاری توی مغزت. چشم سوم یک نعمت خدادادیه که به تو کمک میکنه درک بهتری از زندگی پیدا کنی، درک بهتری از اتفاقات پیدا کنی و هیچ ربطی به شیطان پرستی نداره. این باور بذاریم کنار بچه‌ها. اون نماد چشمی که توی باستان اومده به اسم چشم هوروس توی اهرام مصر بوده و الان دارن میگن چشم شیطانه. دوست من اینو میبینی؟ این چشم هوروسه. این میبینی چیه؟ این قده پینیال گلنده که توی کالبد شکافی ها این رو از وسط نصف کردن و دقیقا نقش و نگاره هایی که عصبهای قده پینیال داشتن دقیقا شبیه چشم هوروسه. مردمان باستان خبردار بودن، مردمان باستان از شگفتی های این قده، از اسرار این قده باخبر بودن، میدونستن که با این قده میتونن خلق کنن زندگیشون اونجوری که میخوان. ساختارهای معماری بزرگی رو خلق کردن توی باستان، توی تخت جمشید پارسه، توی ایلام باستان، توی فیلیپین، توی مصر، توی یونان. تمام معماری ها نمادهای چشم سوم روشه. اینها تونستن با حالتی از درک معنوی برسن و راههایی برای ساخت و ساز اون زمان به اینها گفته بشه. راههای سعادت رو از طریق این قده تونستن بهش برسن و تونستن هستی معنوی رو تجربه کنن. اما رفته رفته هر چقدر که ما اومدیم جلوتر از اصل خودمون دور شدیم، از اون دین یک پارچه‌ای که روی سیاره زمین حاکم بود و بهش میگفتن دین پینیال گلند با نماد کاج، با نماد عصای چاوش یا هر نماد دیگه‌ای که توی باستان هست شناخته میشه. چشم سوم توی اسلام اومده، توی اسلام خودمون خیلی از مناسک ما ربط داره به چشم سوم و توی نماز ما پینیال گلندمون رو توی سجده کردن تحریک میکنیم و اتفاقات زیادی میفته توی زندگی ما که ربط مستقیمی داره با قده پینیال گلند. وقتی که میایم مناسک دینی رو بررسی میکنیم میفهمیم که خیلی از مناسک دینی ما مربوط به این قده شگفت‌انگیز. و من آهنگ رو قطع کردم، گذاشتم روی حالت هواپیما که تلفن دیگه زنگ نخوره. و دوستان توی این لایو سعی داشتم که بهتون بگم که حقیقت قده پینیال گلند چیه، چشم سوم چیه. توی ویدیوهای بعدی یا لایو های بعدی سعی دارم که بهتون بگم که چطور میتونیم باهاش زندگیمون رو جذب کنیم. الان میخوام کامنت ها رو باز کنم و سوالاتتون رو بپرسین. توی لایو های بعدی من سعی میکنم که بیشتر توضیح بدم
که چطور میتونیم برای تجسم و رسیدن به خواسته هامون استفاده کنیم و چطور میتونیم زندگیمون رو باهاش خلق کنیم. دوستان من الان کامنت ها رو باز میکنم. دوستان میدونین از لایو من چند دقیقه گذشته؟ دقیقاً درود بر قلب پاک همگیتون. بچه‌ها این پیجیه که یک رشد شگفت‌انگیز رو توی این اینستاگرام داشت. یک هفته پیش پیج من 1300 تا فالوور داشت، الان امشب فکر کنم برسه به 13000 تا. یعنی یه رکورد برای حالا پیجای دیگه هستن که رشد سریعتر داشتن، ولی برای منی که بار اولمه دارم تولید محتوا میکنم توی این اینستا، واقعا خدا به من لطف داشت، از طریق شما من رو حمایت کرد و من توی یک هفته به طرز شگفت انگیزی رسیدم به 13K. نرسیدم به 13K، الان 12500م، ولی خب با همین سرعت مطمئنا میرسم به 13K تا فردا انشالله، که میشه یک هفته. یعنی یک هفته پیش من 1300 تا بودم، الان 13K. چرا برای نمادها در فراینه تک چشم آبی به نماد شیطان تعبیر شده؟ تک چشم آبی رو من خبردار نیستم، ولی یکی از نمادهای پرتکرار در یونان باستان، در سومر باستان و در اجیپشن، در تمدن مصر، نماد چشم هوروسه. نگاه کنید دوستان، این دقیقا همین قده پینیال گلنده. نمیدونیم مردم باستان چجوری اون موقع کالبد شکافی کردن، چجوری اصلا فهمیدن که همچین قده شگفت‌انگیزی هست. نمیدونیم، هیچ کس نمیدونه، ولی فهمیدن. و توی تمدن‌های دیگه نماد چشم حالا من نماد شناسی اصلا تخصصی ندارم، ولی یکی از نمادهای مثبت باستان نماد چشمه. اوکی؟ آیا چشم سوم را میتونید فعال کنید؟ من نه، ولی خودت میتونی چشم سومت رو فعال کنی. و کسایی که دوستان بهتون میگن که ما انقدر پول میگیریم، خیلی من دایرکت من میگن آقا فلانی به ما گفته که من 5 میلیون تومان میگیرم ازت، تو 2 جلسه هیپنوتیزم من پینیال گلندت رو باز میکنم و چشم سومت باز میشه. هر کس اومد به شما این حرف رو زد، گفت توی 2 جلسه یا با یک دکمه یا با یک دعا این اتفاق میفته، از در روبروش بچه‌ها فرار کنید. برای شروع چه کنم؟ توی چیز گفتم دیگه، توی پیج، از پایین پیج ویدیوها رو ببینید بیاید بالا. اسم این کتاب چیه؟ کتاب ماورای طبیعی شدن دکتر جو دیسپنزا، Becoming Supernatural. کتابای فوق‌العاده‌ای داره دکتر جو. یه کتاب دیگه داره دوستان، You Are the Placebo، اثر پلاسیبو، یا تو خود دارونما هستی. بی‌نظیر این کتاب. یعنی اگه برین اون کتابو بخونین تازه میفهمین که تاثیر فلوراید اصلا نمیتونه تأثیری داشته باشه. توی اون کتاب حالا توضیح میده، نه درباره فلوراید، ولی یک سری قوانین تلقیم پذیری رو میگه که اگه تو فکر کنی که یک ماده سمیه، ببین رفیق من، فکر کن مثلا این دمنوش، خب ببین من الان دمنوش میریزم دیگه، درسته؟ این دمنوش، فکر کن من باور کنم که این دمنوش سمیه. این دمنوش که سمی نیست، خیلی هم مقویه. فکر کن من اینو باور کنم سمیه، همین دمنوشو که بخورم اثر سمو میذاره تو بدنم. حالا خب تو فکر کن که یک ماده خب تاثیر مثبت داره رود، حالا یه ماده بی اثر، مثلا فکر کن این دمنوش خب یه تاثیر مثبتی میذاره مثلا برای کبد، به خودت تلقین کن، باور کن، بعد این دمنوش رو بخور، بعد تاثیرش رو کبدت میبینی که چقدر تاثیر مثبت میذاره. برای فلوراید میگم همینو میگم آقا موقعی که بچا بیان منطقی باشین، موقعی که علم به این نتیجه رسیده که آقا مصرف خیلی زیادش میتونه مثلا برای بعضی از قسمت‌های مغز مضر باشه، اونم تازه نه پینیال گلند، و دکتر جو که متخصص قده پینیال گلنده و کلی تحقیقات انجام داده صحبتی نکرده درباره فلوراید. یعنی واقعا اگه بچه‌ها فلوراید میتونست پینیال گلند ما رو ببنده، دکتر جو نمیومد توی کتاباش بگه. به نظر شما آدمی که این همه تحقیق کرده و این همه تاثیر مثبت تو جامعه علمی گذاشته نمیومد بگه؟ خب میومد بگه دیگه. خب پس برای چی نگفته؟ حتما یا تاثیرش اونقدر زیاد نیست، یا اصلا تاثیرش فقط به خاطر باور خودمونه. من خودم بچه‌ها دارم فلوراید مصرف میکنم، آب شهری که میخورم از بچگی میخوردم، مسواک هم میزنم، نخ دندونی که حاوی فلوراید هستم میزنم، مشکلی نداشتم. من که بگم پینیال گلندم مسدود شده، من نداشتم. حالا شاید خب بعضیا مثلا واقعا رفتن تحقیق کردن که میگن فلوراید همچین تأثیری داره، من نمیدونم. و خیلیاتون میان تو دایرکت میگین آقا چرا پیجای فلان
میگن که فلوراید مثلا اینجوری اینجوریه. جواب من اینه که دوستان برین از خودشون بپرسین. من نمیتونم ادعای کسی دیگر پاسخ بدم. من خودم رفتم تحقیق کردم. کس دیگه گفت فلوراید مسدود میکنه، رسوب میکنه، برید از خودش بپرسید. بگید آقا چند تا آزمایش انجام دادی شما و با چند تا متخصص کار کردی؟ حتما جوابی داره، حتما. مطمئنم جواب دارن، چون بالاخره اینقدر الکی نمیام بگن دیگه، درسته؟ من نمیدونم ولی میام میگن. والا بیاین خودم یادتون میدم. الان 3 ماه تو این مسئله میخونم. درود بر شما. آیا باز کردن چشم سوم خطرناکه؟ یک روحانی میگفت به هیچ عنوان سمت این کار نه. ببینید بچه‌ها، بعضی چشم سومو فکر میکنن که همون چشم برزخیه که موقعی که باز میشه تو میری تو عوالم دیگه. همچین چیزی نیست. من چجوری بگم؟ شما پینیال گلندت رو که از پایین پاکسازی میکنی میای بالا، یه قده صنوبری میشکفه. اسم کتابو من 10 بار گفتم دوست من، آخر توی کپشن مینویسم. خب ماورای طبیعی شدن سوپر نچرال. میگه که پس باید روی افکار تمرکز کنیم. درسته، دقیقاً درسته رفیق، دقیقاً درسته. چیزی که از یه جایی به بعد باعث میشه که پینیال گلند شما توی یک حدی بمونه اینه که باورات آپدیت نکنی. دکتر وین دایر خب نمیاد درباره چشم سوم و پینیال گلند صحبت کنه. یه متد دیگه داره. عارف مسلکه، فیلسوفه در واقع. اما چشم سوم چجوری میگه؟ میگه عارفای قدیمی بر این باور بودن که زمانی که شما به بیداری معنوی میرسین، نیروی از هستی در ذهن شما شروع به تولید مثل خودش میکنه، یک انرژی پاک و خالص که باعث میشه ریتم افکار تکراری شما از بین بره، پیوندهای فکری شما رو از بین میبره و باعث میشه که شما یک دید تازه نسبت به محیط داشته باشید. گرفتین چی شد؟ پینیال گلند واقعی، چشم سوم واقعی اینه. من درک نمیکنم دوستانی که فکر میکنن چشم سومت رو باز کنی میره توی بعد دیگه، یا حتی بعد 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 15 رو من اصلا نمیدونم. حقیقت اساتیدی که من باهاشون کار کردم مطلع بودن، آگاه بودن، همچین صحبتی رو نمیکردن. درباره ابعاد دیگه و اینجور چیزا من هیچی نمیدونم. ببخشید چرا من هر فکری میکنم برعکس میشه. یعنی وقتی میگم امروز این اتفاق میفته ولی برعکس میشه. دلیلش چیه؟ ببین دوست من 2 تا دلیل میتونه داشته باشه. یک، تو باور کردی که واقعا همین جوریه، یعنی پذیرفتی آقا من بگم امروز خوبه امروز بده، یا بگم تیمم میبره تیمم میبازه، یا بگم من باید زود برسم من دیر میرسم. یا این رو تو پذیرفتی از قبل به خاطر اینکه این باور رو داری این اتفاق داره میفته. این دلیل اوله. دلیل دوم اینه که اصلا ارتعاش درستی نمیفرستی. یعنی موقعی که میگی من میخوام زود برسم داری به دیر رسیدن فکر میکنی. یعنی میگی میخوام زود برسم ولی داری به این فکر میکنی که اگه دیر رسیدم چی؟ میگیری چی میگم؟ یا اولیه یا دومیه یا هر دوه. درود بر شما. من چشم سومم باز شده ولی به هر کس گفتم به من خندید. شما اشتباه بزرگی کردی دوست من که به کسی گفتی. گرفتی چی شد؟ چشم سوم بچه‌ها تجربیات معنوی، ماریجوانا چه تأثیری داره الان میگم بهتون. چشم سوم، تجربیات معنوی، تجربیات متافیزیکیتون رو به هیچ عنوان به غیر از با یک استادی که درک میکنه یا یک دوستی که هم فرکانس شما صحبت نکنید. یا بهتون میگن خنگ شدین، دیوونه شدین، برو پیش روانپزشک، یا بهتون میگن که دیگه از موتوری جنس نگیر. گرفتی چی شد؟ کسی که تو مدار باشه میفهمه، کسی که تو مدار نباشه فکر میکنه که تو دیگه خودت میدونی. اصلا نگو و انرژی تو میارن پایین. یعنی بهت میخندن، مسخرت میکنن، میگن معلوم نیست فازت چیه و کاری میکنن که تو اصلا زده بشی. مصرف گل چطور؟ ببینید دوستان، مصرف ماریجوانا به شما تا یک حدودی کمک میکنه که حساتون بیشتر بشه، قوی‌تر بشه، اما چند تا ضرر داره. اولش اینو بگم، خب کمک میکنه ماریجوانا و اگه قارچ تصفیه شده زیر نظر دکتر به شما تجویز بشه اون هم میتونه کمک کنه. اما چند تا بدی داره. بدی اولش اینه که زمانی که شما معتاد مصرف ماریجوانا یا چیزای دیگه بشی، مثلا موقعی که مثلا مصرف کردی حالت خوبه، حس سبکی میکنی و مثلا حس میکنی چاکرات باز شده و حس سبکی داری، ولی این حس تا زمانی ادامه داره که تو رو ماریجوانایی. به محض اینکه ماریجوانا تموم میشه نه تنها احساست افت میکنه بلکه عصبی میشی، پرخاشگر میشی. دوستان لایف چند دقیقه شد؟
گرفتین چی شد؟ پس مصرف ماریجوانا اولین دلیلش اینه که احساسات و الهامات تو رو وابسته و محدود به ماریجوانا میکنه. 2، حافظت رو خراب میکنه. خب چیزی که من شنیدم، تحقیقات رو من رفتم خوندم. و 3، باعث میشه هر بار که تو ماریجوانا میکشی باعث میشه که یک سری هورمون ها در بدن تو آزاد بشه که اون هورمون ها برمیگرده به لحظات موفقیت. خب بعد تو مثلا صبح تا شب ماریجوانا میکشی، روزی 10 بار این قده تو شروع میکنه به ترشح هورمونی که تو حس موفقیت کنی، حس پیروزی کنی، حس مثلا یک نبرد بزرگ رو برنده شدی یا یک موفقیت بزرگ رو به دست آوردی. خب بعد چند وقت این حس موفقیت برای تو تکراری میشه، برای تو پوچ میشه. بعد فقط برای اینکه حالت خوب شه، یعنی برگردی به حالت الانت، باید بری مثلا یا عالمه ماریجوانا بکشی تا بتونی مثل مردم دیگه چیکار کنی؟ زندگی کنی. و دکتر جو دیسپنزا میگه تمام سعی من اینه که شما بدون ماریجوانا و ماشروم و اینجور چیزا برسید به حالت طبیعی، به حالت عرفانی. تو حالت طبیعی برسید به حالت عرفانی. وقتی ما میتونیم تو حالت طبیعی برسیم، چه اجباریه بریم یه واسطه‌ای بزنیم این وسط که تا اون واسطه هست ما باشیم تو اون حالت؟ واسطه رو که برداریم ما بوم به احساس قبلی هم برگردیم، تازه بریم پایین‌تر. دوستمون میگه فقط ساقیتون خدا باشه. ببینید چه حس بی‌نظیری داره. واقعا بچه‌ها شما اگه بتونید از طریق طبیعی، یعنی چی؟ یعنی بیام دیدگاه خوبی نسبت به دنیا داشته باشم، سپاسگزار باشم، همه چیز رو بزرگ ببینم، چیزای خوب معمولی که برام اتفاق میفته رو بزرگ ببینم. یه بچه کوچیک تو خیابون بهم لبخند میزنه، بگم بابا چقدر خوشگله، چقدر مثلا بچه نازیه. یا مثلا توی مسیری که همیشه به ترافیک میخوردم دیگه به ترافیک نخورم. همین یک باری که به ترافیک نخوردی بگو خدایا شکرت، این دفعه دارم زودتر میرسم. یا چه میدونم ایرانسل بهت 1 گیگ اینترنت رایگان میده، بگو به به 1 گیگ اینترنت رایگان. چیزای مثبت کوچیک رو اگه بتونی برای خودت بزرگ کنی، مواد مخدر طبیعی بدنت شروع میشه. مواد مخدر طبیعی بدن چیه؟ چند تا هورمون، سرتونین، ملاتونین، اندروفین، اینها هورمون های شادی آور طبیعی بدنن. بچهای 4 5 ساله رو دیدین چقدر شادن، چقدر هاین، چقدر پر انرژی ان. اونا مواد مخدر طبیعی بدنشون زیاده. هر چقدر که سن میاد بالاتر، به خاطر اینکه منطق شکل میگیره دیگه، سپاسگزاریمون کمتر میشه، مواد طبیعی بدنمون، مواد مخدر طبیعی بدنمون از کار میفته و ما احساس خوبمون از دست میدیم. آیا نماز و دعا هم مثل موضوع چشم سوم است؟ یعنی چی؟ متوجه نمیشم. چشم پنجم و هفتم من هیچ چی نمیدونم درباره بعد پنجم، چشم پنجم، اینا من اصلا هیچ اطلاعاتی ندارم. با دم که بازدم میشه زمین ناخودآگاه خود را فعال کرد. انرژی های کیهانی. دیدن چشم در پیشانی وقتی مدیتیشن دلیلش چیه؟ میتونه دلیلش فعالسازی غده پینیال گلند باشه. چشم یکی از نمادهای پاک باستانه و نمادهای باستان از روی نمادهای ماورا طبیعه دوستان. خب یعنی اینکه نماد کندالینی رو، نماد بیداری کندالینی رو گذاشتن 2 تا ماری که دارن دور هم میپیچن و میان بالا. این نماد انرژیه که یه دونه از زمین، یه دونه از تاج میان توی بدن تو و پیچشی رو ایجاد میکنن که تمام مراکز انرژی بدن تو همینجوری میچرخونه میاد بالا، باز میکنه مثل یک لوله باز کن. خب این نمادها رو توی باستان از روی واقعیت‌های متافیزیکی، حالا اونها چقدر پینیال گلندشون باز بوده که به اینا رسیدن خدا میدونه. تو رو خدا بگین من به کسی فکر کنم میتونم همزمان اونم به من فکر کنه؟ به هیچ عنوان، به هیچ عنوان. مگه اینکه طرف خب توی فرکانسی باشه که وقتی تو به اون فکر میکنی نزدیک باشه به فرکانس تو. این موضوع کم مثلا گفتنش سخته، نمیتونم بهتون بگم خب، ولی خیلی کم پیش میاد. خب ولی پیش میاد، اما آگاهانه بچه ها نیست که ما خودمون بخوایم رقمش بزنیم. اوکی؟ آگاهانه نیست. مگه اینکه با هم هماهنگ کنیم، مثلا بگیم آقا ساعت 8 شب مراقبه میکنیم، به همدیگه فکر میکنیم و مثلا برای همدیگه انرژی میفرستیم از راه دور و اینجور چیزا. وگرنه اینکه بخوای به یکی فکر کنی بری تو ذهنش بگی من الان دارم به تو فکر میکنم، اصلا نداریم ما. خطراتش چیه چشم سوم باز بشه؟ دوست من از اول لایو داشتم همینو توضیح میدادم. لایو سیو میکنم که ببینی آیا سیگار کشیدن مانع باز شدن چاکراها میشه؟ سیگار نمیگم مانع بشه، ولی باعث انسداد میشه.
شما شروع کن مصرف سیگارت رو کم کن. من خودم مصرف قلیون رو کم کردم و الان شده هفته 1 بار. قبلا خب خیلی زیاد بود و هر چقدر که دارم بیشتر پاکسازی میکنم، همون هفته 1 بار قلیونیرم که میکشم تأثیری نداره دیگه. یعنی میخوام بهتون بگم عوارضی که قلیون به چاکراها و مراکز انرژی میزنه کمتره از تأثیر مثبتی که پاکسازی میتونه بذاره. یعنی تأثیر مثبت پاکسازی بر عوارض قلیون میچربه. چند روز تمرینای شما رو انجام بدیم، کامنت رفت، که چشم سوممون باز شه تا آخر عمرت رفیق. این یه مسیر دوست من. تمرینات هر روز باید بشه جزئی از عادتهای تو که نتیجه بگیری، که زندگی تو خلق کنی. سلام، من تازه به پیج شما پیوستم. بحث در مورد چشم سومه. با چند روز باز نمیشه. دقیقاً با چند روز باز نمیشه. تلپاتی چیه؟ تلپاتی بچه حالا یه پستی من میخوام دربارش بذارم. یکی از روش‌های باستانی بوده که اجداد ما برای ارتباط برقرار کردن با هم استفاده میکردن. بعد به این نتیجه رسیدن با هم صحبت کنن. بعد الان موبایل اومده، ما میخوایم تلپاتی کنیم. خدا وکیلی تو این عصر ارتباطات، تو این عصری که شما میتونی بری همین الان تو گوشیت رفیقت تو کالیفرنیا باشه، همین لحظه تصویری با کیفیت ببینی، چه نیازی به تلپاتی داری؟ تلپاتی ما رو باستانه، همچین قابلیتی رو ما داریم اما الان به کار نمیاد. میتونی تمرین کنی، میتونی بشینی چه میدونم 1 ماه تمرکز کنی، 2 ماه تمرکز کنی و مثلا به یه جاهایی هم برسی، ولی هیچ کمکی به تو و رشد شخصیتیت نمیکنه. آیا فکر مثبت ما برای دیگران تاثیر داره؟ به هیچ عنوان. ولی برای خودت تاثیر داره. میگن شاید دعایی که من برای بقیه میکنم برای اون نگیره، ولی برای خودم میگیره. 3 تا لکه سفید روی پیشانی وسط برجسته هست، شبیه اشک است. یعنی چی؟ نمیدونم. من احساس میکنم کسی با من صحبت میکنه. چیه؟ خیلیاتون سوال پرسیدیم بچه استاد احساس میکنیم که یه نفر داره با من صحبت میکنه. مثلا احساس میکنم یه چیزی هست، خب یه موجودی هست. مثلا احساس میکنم توی خواب، توی بیداری یکی داره با من صحبت میکنه. ملاک اینه که ببینی چه حسی بهت میده. اگه حس خوبی بهت میده، اون چیز خوبیه. حالا یا فرشته است، یا یک چیز خوبیه، یه چیز مثبتیه، یه چیزیه که هم فرکانس توئه و خدا اون رو فرستاده که ارتعاش تو رو ببره بالا. پس بهش توجه کن و بد به دلت راه نده. اما اگه دیدی حس منفی داره بهت میده، مثلا وجودش حس میکنی داره یه چیزی ازت میکشه، مثلا انرژی تو میخوره، میمکه، خب شروع کن. اول بهش توجه نکن، ازش هم نترس. بترسی بدتر میشه. ازش نترس، بهش توجه نکن و بعد شروع کن چاکراهات رو پاکسازی کن از پایین. وقتی که موجود انرژی خاری به هر دلیلی میاد دور تو، به این دلیله که سپر انرژیکی تو به هم خورده، حالت نامتعادله، بعد چیکار کنی؟ بعد شروع کنی به مراقبه پاکسازی چاکراها از چاکرای ریشه و بعد که چاکراهات متعادل کنی، سپر انرژیکی تو تکمیل میشه. هیچ موجود انرژی خاری نمیتونه از تو تغذیه کنه، در نتیجه میره پی کارش. اوکی؟ پس قدم اول اینه که نترسی. موقع مراقبه ترس خاصی بهم درس میده. چطور بر ترسم غلبه کنم؟ موقع مراقبه اوایل شاید یکم ترس داشته باشه. موقعی که میری تو خلسه، میری تو میدان لایتناهی مشکی که حس میکنی یه انرژی بزرگی هستی، با دنیا یکی شدی، آره ترس داره و احتمالاً هم هی برمیگردیم. من اوایل اینطوری بودم، تا میرفتم تو خلسه یکم عمیق میشد سری برمیگشتم، میگفتم نه من الان برم میمیرم، یا مثلا بعد مراقبه شاید فلج بشم، شاید دیگه روحم برنگرده و اینا. بعد میفهمی هیچ ترسی نداره، هیچ خطری نداره، بعد لذت میبری از فضای لایتناهی و از خلسه. اصلا میفهمید واقعا هیچ لذتی بالاتر از خلسه مدیتیشن نیست. البته که زمان میبره به اینجا برسی. خب کامنت ها سریع داره رد میشه یکم. استاد چاکرا با علوم غریبه در تعامل است. دوست من، علوم غریبه یک شاخه از علوم ماوراست که به انحراف رفته. خوب دقت کن. خدایی که قوانین متافیزیک رو بسته گفته آقا فقط به سمت نور. چطور به سمت نور؟ با قوانینی که گذاشتم. سطح انرژی تو ببر بالا، فرکانست رو ببر بالا، ذکر بگو، قرآن بخون، با اینها فرکانست رو ببر بالا. دعا کن، مراقبه کن، نیایش کن، چیز مثبت ببین، با اینها فرکانست رو ببر بالا. ولی این که من بخوام بیام به یک جنی تو یک عالم دیگه دستمو دراز کنم که تو کمکم کن یا تو برام یه کاری رو حل کن. بچه‌ها یکی از خط قرمزای پررنگ قرآن اینه که چیزی رو از اجنه بخوام. عذاب علیم اومده براش.
نمیدونم چقدر قرآن میخونین، این که بخوای از یه موجودی غیر از خداوند درخواست کنی یا بهش اصلا ازش توقع داشته باشی، عذاب بزرگی اومده. خودتون بریم بخونیم. اعتیادمو چطوری با کمکت ترک کنم؟ دوست من، هر چیزی که مصرف میکنی یادت باشه که تو باید تکاملی بذاری کنار. تو یک شب معتاد نشدی. لایو من باید ببندم یواش یواش. تو یک شب معتاد نشدی که بخوای یک شب پاک بشی. مصرفتو کم کن، سعی کن تایمای کمتری بدون مواد حالت خوب باشه. اوکی؟ بعد سعی کن یواش یواش مثلا همون موادی که مصرف میکنی هر چی که هست، خب الکل، تریاک، گل ماریجوانا، هر چی که هست، سعی کن مثلا هر دفعه مثلا انقدر مثلا الکل میخوردی الان بکنیش انقدر، و بکنی انقدر، و بکنی انقدر، و بکنی انقدر. بعد یک سال میبینی میشه روزی انقدر. بعد به یه جایی میرسی میگه آقا اون روزی انقدرم بخورم نخورم فایده نداره، من همینطوری حالم خوبه. من چاکرای چشم سوم و بعضی از چاکراهام بازه، چطور بازش کنم؟ و اینکه من خودم قبلا قدرت داشتم و اتصال رو قطع کردم. و اینکه من تو خونم جن میبینم. جن میبینی دوستان؟ داستانش رو گفتم توی کلیپ جن گفتم. و باید شروع کنی پاکسازی چاکرای ریشه. 90% سوالاتون جوابش پاکسازی چاکرای ریشه و بعد خاجی و بعد بیا بالا. بچه‌ها شما فکر میکنین واقعا از دایرکتاتون اینو میفهمم، فکر میکنین دکمه وجود داره، دکمه چشم سوم. خب استاد این دکمه کجاست که من بدون تمرین انقدر بهت بدم تو برام بازش کن؟ از راه دور میتونی؟ من خندم میگیره واقعا. هنگام مراقبه بدنم بوکن راوه حرکت میکنه. یعنی چی؟ جن چه انرژیه؟ نمیدونم، میگن از پلاسماس، نمیدونم چیه، ولی تو اصلا توی بعد ما نیست دوستان. بعضیا واقعا دارن پول در میارن از این داستان جن. خیلی هاشون راسته، خیلی ها حقیقته، اما خیلی از کسانی که دارن مخصوصا توی اینستاگرام، بچه ها توی این اینستاگرام تبلیغای دعانویسی میکنن، فالگیری میکنن، سر کتاب بازکنی میکنن، خودتون میدونید. خانم خدا نوکر کدوم از ما خدا نوکر داره؟ نمیدونم عزیزم. من همچین سپاس بابت راهنماییتون عزیز دلمی، لطف داری. آیا مراقبه بیماری رو خوب میکنه؟ به شدت برای بیماری مفیده. دوست من یه پستی دارم توی پیجم، با چشم سوم بیماری تو درمان کن. درمان بیماری با چشم سوم. برو اون پست رو ببین. هر بیماری به خاطر انسداد انرژیکی توی یکی از اعضای بدنت، اگه اون انسداد انرژیکی برداشته شه، اون عضوی که الان سرطان داره، غده داره، تومور داره، هر چی که داره، مثل ساعت کار میکنه. اگه انسداد انرژیکی برداشته شه. چجوری؟ با پاکسازی. چقدر طول میکشه؟ یک پروسس. نیاین بگین استاد من یه هفته است 2 هفته است دارم مراقبه میکنم چرا نورها رو نمیبینم، چرا بیماریم درمان نمیشه. حس بدی داشته باشه، حس بد بیشتر میبرتت به سمت بیماری بیشتر. رها کن. میدونم سخته. و دوستانی که میگن من الان دارم درد میکشم چجوری حسمو خوب کنم، یه راهکار بهشون بدم. اینو بگم و لایو ببندم بچه‌ها. میخوام لایو سیو کنم. کسانی که میگن من دارم درد میکشم، نمیتونم تمرکزم از روی درد بردارم، چجوری تو میگی حستو خوب کن حسمو خوب کنم؟ از این تکنیک استفاده کن. در طول روز مثلا از صبح درد تو، بیماری تو شروع میشه تا ظهر یکم آروم میگیره، حالا سردرد، کلیه درد، هر چی هست، باز بعد از ظهر شروع میشه. یا به خودت میای میبینی برای چند دقیقه در طول روز درده رفته. همون چند دقیقه جاییه که تو باید ازش لذت ببری. تموم شد و رفت. توی اون چند دقیقه تمام تمرکزتو میذاری خدایا شکرت، چند دقیقه که حالم خوبه دیگه. دیشب خوابم نبرد ازت، الان که حالم خوبه. الان برای چند دقیقه آخرش چه حس خوبی داره سلامتی. تمرکزتو میذاری رو سلامتی. چرا بیماریت داره دوباره تکرار میشه؟ چون تمام تمرکزتو گذاشتی روی بیماری. چجوری تمرکزتو بذاری رو سلامتی؟ توی همون تایمای کوتاه 2 دقیقه 3 دقیقه‌ای که تمرکزت از روی بیماری برداشته میشه، تمرکزتو بذار روی سلامتی. بچه‌ها سوالاتون زیاده، سعی میکنم شبای دیگه بیشتر لایو بیام و در پناه خداوند باشین. همتون رو به خدا میسپارم. لایو عملا انشالله اگه خدا بخواد و جهان اجازه بده سیو میکنم. درود.